سلام و سپاس از همراهیتون. امروز در آزادی آنلاین درباره آن گپ میزنیم که چگونه مهاجران مزد کار طلب میکنند و برای حق طلبیشان برعکس تنبیه میگیرند. درباره پارا و رشوه‌خوری در تاجیکستان هم میگوییم که چگونه و کی از بین میرود. فرار و فشار بلند اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی از ترس میکروفون قسم دیگری برنامه است. تأخیر در پرداخت مزد کار و یا عموما ندادن آن مسئله است که هر روز از مهاجران میشنویم. حالا ویدیوی یک مهاجر را میبینیم که میگوید کاردهان به آنها جبر میکنند ولی کسی نیست که به دادشان برسد. اینا فیرمای ترکی استاج دا کار کردیم اینا 3 ماه اولیکمون ندادن هممون قپیدن اینجا آوردیم بو عدل آوردگی همون اینا همه با دپورت میکنن چی میکنن هم پولمون ندادن احوالمون ببینید یگان وای نیست یگان کس دستور طرفمون نیست همه طرف پول نگاه میکنن. ویدیوی دیگری که حالا میبینیم نشان میدهد که چگونه گروهی از مهاجران از ترس ماموران پلیس روسیه پایلوچ و نیمه اوریان گریختند. برای آنکه والدانشان به تشویش نرفتند این جوانان خود را نشان ندادند. این همین ملیسا آمدن مردم هم ما با این بشنانسی پلانسی خیلی هم ما گریخت خلاصه در تای برف و بارون این همه شلانسی و خطیه هم لیت میتر برامده خلاصه این باید بریجای تنقطی. ویدیوهای واقعا خوبی دیگر داریم که البته نشان خواهیم داد. اما حالا از بحث داغ شما درباره یک ویدیو صحبت میکنیم که رادیو آزادی نشر کرد. درباره انجمن میخواستم بپرسم که درباره انجمن میخواستم پرسم از شما چی مسئله بررسی شده؟ این خیلی معلومه که افزانم معلومه بیاد شما چند جمله کدام مسئله بررسی شده؟ کم تدالین بلند شده است که افزانم درباره انجمن که کدام است؟ درباره انجمن میخواستم بپرسم نه شما وکیل هستید؟ اینها وکیلان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستند که روز 13 دکبر نخواستند درباره انجمن حزب صحبت کنند. برای چنین رفتار وکیلان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک آنچنان تنقید کردند که ناگفتنی. از جمله کمیل رحیموف نوشته است فشاری که بلند است دیگری نمیداند سومی نمیداند که چگونه عضو حزب شده است یکی میخواهد آرام بگردد به چهارم رئیس اجازت نداده است با اینها ملت کجا میرود پرسیده است. کاربر با نام شهرت میرزویف گفته است فکر میکنی خبرنگاران از رایلند که وکیلان از آنها میگریزند. اما عزیززاده از عبیدالله نوشته است عیب از وکیلان نیست، عیب آنهایی است که دستور دادند و آنها صحبت میکنند. اینجا عالمان و سیاستشناسان میتوانستند درباره دستاوردهای حزب و نقشه‌های آینده آن سخن گویند. یک مشکل دیگری که به قول شما بسیاری ها را غم می‌دهد پاره‌گیری و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان است. گزارش رادیو آزادی با نام حاصل چند سال مبارزه با فساد بحثی داغی را برانگیخت و کاربر با نام ابنین در این باره در وبسایت ما نوشته است شما یک بار خانه، ماشین و دچه‌های کارگران کروپسی را بینید همش معلوم می‌شود شاه بر این زندگی می‌کنند. فساد را کسی نابود کردنی نیست. نفری که خود را مردم معرفی کرده است میگوید کروپسیا هیچگاه در تاجیکستان از بین نمیرود. با قول او اگر کروپسیا را ریشه‌کن کنند طبیب، آموزگار و حتی منصبداران که مزد ناچیز میگیرند کارپرتایی و یا کارشکنی میکنند. اگر حکومت مزد کار را بالا برد انداز را کم کند کروپسیا خودش از بین میرود. بحث ها درازند وقتی برنامه ما کم و اگر میخواهید با بحث ها همراه شوید پس مرحمت به وبسایت azadi.org. حالا یک ویدیوی زیبایی که از اوکراین گرفتیم. با قول مؤلف کبوترها ظاهرا از گرسنگی خود را به تیریزش زدند و او رزقی را که خدا داده بود با کبوتران تقسیم کرد. بی در پرفیم زنه جون تو بودم شما کو یک پرنده به آزاری زنه اینه یوشته پر شما هم خصیصی نکنید و ویدیوهاتون را با ما تقسیم کنید به وسیله شماره که میبینید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو هم داریم. امروز فرستید در آزادی آنلاین آینده ببینید. تا دیدار در برنامه دیگر.